این هفته خبر تو خبر داره براتون از عمامه پریشون شده عظما در عراق و لبنان و تقلاهای آخوندها برای آروم جلوه دادن اوضاع. لبنانی ها تاکید دارند پیگیری خواسته های آنها در دایره معیشت و اقتصاد و بدون آشوب است. اما از اونجایی که این توبه میریا از اون توبه میریا نیست، مجبور میشن تعارفات رو کنار بزنن و 2 قدم بعد اعتراف کنن که خبری از آرامش نیست، وضعیت هم روز به روز بحرانی تر میشه. اما ما میبینیم که طی دیروز و امروز این مسئله نه تنها به سمت آرامش نرفته، بلکه هم یه گسترشی داشته، هم به سمت خشونت میل پیدا کرده. خب این یه سوال هست دیگه، این اگر این طبیعیه بنابراین نباید دست طراحی پشت صحنه وجود داشته باشه. خلاصه این که عظما این روزا بدجوری روی ویبره رفته و راه پس و پیش هم نداره. 40 سال به اسم شیعه تو منطقه جنایت کردن، حالا خودشون از ظرفیت‌های شیعی در قیام خبر میدن. ببینید در واقع میتونیم بگیم که تحولات عراق و لبنان نوع جدیدی از تولید فتنه توسط قدرت‌های استعماری مثل امریکا و متحدان اونها در سطح منطقه بود. این بار تلاش کردن که این پیاده نظام برای براندازی رو از درون ظرفیت‌های شیعی یا مقاومت یا مناطق شیعه نشین استفاده بکنن که این مرحله جدیدی هستش. بله، سنگی که آخوندا تو این سالها به عراق و لبنان پرتاب کردن حالا داره برمیگرده به سمت خودشون. حالا تو این وضعیت آشفته، شیخ فری رفت تو اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تا براشون روزه مبارزه با تروریسم بخونه. روزه‌ای که حتی ظریف هم حوصله گوش کردن بهش رو نداشت و مدام چرت میزد. در این شرایط آشفته جنبش عدم تعهد به عنوان مجموعه‌ای که بیش از 2/3 اعضای سازمان ملل متحد را در بر می‌گیرد می‌تواند به نمایندگی از سوی ملت‌های عضو و جامعه بشری پیشگام یافتن راه‌حل‌ها. آخوندا فکر می‌کردن میتونن با بار زدن کشورهای منطقه خودشون رو از مهلکه در ببرن، اما ته خط چنین بلایی داره سرشون میاد. از اونجایی که اوراق شدن عمق استراتژیک عظما بسیجی‌ها رو حسابی به شرشر میندازه، مجبور شدن این جوجه بسیجی رو بیارن تا با این خالی بندی‌ها به بسیجی‌ها روحیه بده. توجیه داشت الان از افغانستان و پاکستان تا مدیترانه تحت سلطه ایرانه. اینو ببینید در عمل تحت سلطه ماست. شما رو هوا میتونه موشک بزنی که ما هم داریم، هواپیما میتونه بلند کنی که ما هم داریم، اما رو زمین مال ماست. زمینم مهمه. هواپیماهات هم تازه خیلی دیگه امنیت ندارن بخوام بپرن. همونجوری که MQ4 رو تو زدیم که پنهانکار و جز پیشرفته ترین ها بود، اون دیگه هم میتونیم بزنیم. این چه پیامی داره؟ بعد کجا موندیم زایدیم گیر کردیم؟ اونجا که داخل داریم شبیه اونا فکر میکنیم. راه نجاتمون چیه؟ دقیقاً همین الگویی که اینور گرفتیم اونور پیاده کنیم. بریزیم این آدما رو برن خونه‌شون. کسی که اینجوری میخوام فکر کنه. توی این وضعیت آخوندا حتی ظرفیت این ادا و اطوارها رو هم ندارن، چون 2 قدم بعد کله میشن. این روزا شیخ فری یکی از سوژه های ثابت فضای مجازیه و هر کس به شیوهی به ریشش میخنده. با ورود برجام و شکوفایی برجام بود که ما در سال 95 بزرگترین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم. تو این سفر نیویورک 3 نفر از رهبران دنیا به من گفتن که
ما بعد برجام دچار حیرت شدیم شما چه جاذبه‌ای دارید که تمام شرکت‌های دنیا به سمت شما سرازیر شدن. اتمیشون که سیمان شد، سیمان برجام هم برگشت تو صورت خودش. تا جایی که به شیخ فری برمیگرده، میخواد یه جوری داستان مذاکره رو کژ بده و این قضیه خودش سوژه درگیری‌های باندی تو نظامه. ناکارآمدیمونو ما اصلاح طلبا و اعتدالگراها میندازیم گردن رهبری، میگیم رهبری پاسخگو باشد. ببین مردم مشکلاتی دارن، موشک‌ها رو بده بره. قاسم سلیمانی هم از سوریه برگردون. کور خوندید. در این مملکت کسی اجازه نداره درباره موشک مذاکره کنه. البته این هارت و پورتای نوچه‌های عظما هم تقش در اومده و نتیجهش پیشاپیش روشنه. بعد از سوتی‌های زنجیره مهره‌های نظام بر سر تلفظ عبارت FATF، حالا نوبت به آجودان شیخ فری رسیده که شانسش رو امتحان کنه و اینجوری کله ملق بزنه. یه موضوع روشنی هست. آنچه که مربوط به عضویت در FATF هستش، ما الان بحث عضویت در این FATF رو نداریم. این هم یکی از به اصطلاح مسئولان محیط زیست در نظام آخوندیه که مسئولیت خودش و همپالگیاش رو به صراحت اعلام میکنه. چه بلایی میاد؟ ما مسئول تخریب محیط زیست کشوریم. ما مسئول تخریب محیط زیست کشوریم. ما مسئول تخریب محیط زیست کشوریم. این هفته اراذل و اوباش بسیجی هم دور هم جمع شدن تا سوراخ سنباهای نظام رو با این ادا اطوارا بتونه کاری کنن. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پسوند ایران نداره. یعنی اینکه متعلق به جغرافیای ایران نیست. همین در میان آنها باشید، با مشکلاتشان کشتی بگیرید. وقتی این تروریستا از رسیدگی به مشکلات مردم حرف میزنن، منظورشون یه چیزی تو این مایه هاست. این هفته بوفالوی ولایت برگ‌های جدیدی در عرصه وقاحت رو کرد و اقتصاد مقاومتی خامنه‌ای رو اینطوری ترجمه کرد: اگر امروز جامعه ما به این صورت در بیاد که شکم ما کجا سیرتره، رفاه اجتماعی ما چگونه بهتر تأمین میشه، ما یه کاری کنیم با دنیا در نیفتیم، با استکبار مبارزه نکنیم، زمینه برای ظهور امام زمان نسازیم، این مردم میشن معاویه خواه. توی این اوضاع و احوال روز به روز بازار آخوندا کسادتر میشه و کار به جایی رسیده که خودشون هم مجبور شدن به این قضیه اعتراف کنن. شما عزیزان نمازگزار، حالا اون که نماز نمیخونه نمیاد جمعه نمیاد، اما شما که میان چقدر دیر میان که هر کس قبل از خطبه ها، حالا بعد از خطبه هاش هم دیر میان، اما قبل از خطبه ها معمولا افراد کمن. تیویریش اومد یه فکری به حال بازار کساد آخوندا بکنه، اما طبق معمول سود زد و این جنگولک بازی ها رو اونم توی برنامه رسمی برد روی آنتن. علی نمیتونه انجام بده فکر. خیلی خوب، اینم یه دقیقه بعدی برعکسه. آنیما برعکس. آقا صدا خوب نیست. آنیما من به شرکت بعدی برعکس. علی آقا کمک کن. حکایت نظام حکایت این زانتیای مچاله است که خودشون تلاش میکنن اینطور وانمود کنن که هنوز جون دارن. هنوز جون داره. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یک نقاش جلب می‌کنیم که کاملاً بدون شرحه.